سلام دوستان عزیز. در این قسمت ما نحوه خرید تیکت قطار را برای شما میگیم. اول از همه انتخاب زبان هست که من زبان ایتالیایی را انتخاب کردم و بعد از او بعد از یک اکثر اطلاعات امنیتی داد وارد بخش ازی شدم که تیکت قطار برای روم انتخاب کردم و اینجا میخواستم که برای 2 نفر بزنم. متاسفانه تاچ خوب نبود و به همین شکل ما همه چیز را اوکی کردیم، جلو رفتیم تا به مرحله پرداخت از برسیم. نحوه خریدش حتی به زبان انگلیسی هم بسیار راحته. دوستان میتونن با هم و مستر کارت های خواهم اگر در ایتالیا آمدن برای هر تیکت قطار همین رقم استفاده بکنن و خرید بکنن. چند زبان داره: اسپانیایی، ایتالیایی، انگلیسی، جرمنی. تمامی زبان ها هست و شما میتونید براحتی خریداری بکنید. و در این مرحله چاپ میکنه. ما منتظریم که دستگاه برای ما چاپ بکنه بعد از اینکه ما پرداخت کردیم تا تیکت های چاپ شده رو بگیریم و ببریم به سمتی که برای ورود در قطار او را ایتالیایی هم تیمبرر کنی، یعنی او را یک مهر بزنی که اینی ساعت با اینی قطار ما میخواییم که حرکت کنیم. البته تیکت قطار شما اگه بخرید و نروید، اینمی تیکت شما 4 ساعت برای شما وقت داره و شما میتونید استفاده کنید. خب همراهان عزیز، سلام و درود. اگه اجازه بده که ما موترهایی که از سرک میگذره، اگه اجازه بده ما را یک ویدیو ضبط کنیم. ما امروز در معیت عالی جناب آنخماو در روم آمدیم و قراره که از یک محله جذاب، جالب، دیدنی و توریستی و سرشار از گردشگران کشورهای مختلف به نام ترست ایوره ترست ایوره دیدن کنیم. البته ترست ایوره یک از محلات بزرگ و بسیار وسیع است، اما ما میخوایم از بخش از دیدن کنیم، بخشی که در حاشیه یک رودخانه، چنانکه که شما در پشت سر ما رودخانه رو میبینین و یک پیاده رو بسیار زیبا و قشنگ داره که مردم از این پیاده رو به عنوان یک محل ورزش صبحگاهی یا دوش های ماراتونی استفاده میکنن. ما هم سعی میکنیم بریم و خلاص بخش های از این پیاده رو بسیار زیبا و کنار رودخانه را که واقعا قشنگ و زیباست به تصویر بکشیم. امیدوارم که شما از دیدن کلیپ از طریق کانال خودتان، کانال کلکین میدیا 25
سلام، روز شما بخیر. امیدوارم حال شما خوب باشه. خوشحالم که یک بار دیگه از دریچه کانال ما، کانال کلکین میدیا 25 ما رو به تماشا نشستید. امروز ما شما را آوردیم در یک بخش بسیار دیدنی، همونجور که ایرج گفت، در یک بخش بسیار دیدنی شهر روم به نام تراستوره. یک بخش از حاشیه روم که در کنار یک دریاچه قرار گرفته، یک رودخانه در واقع قرار گرفته و میخوایم در مورد این مکان و همچنین یک کمی از تاریخش و زیبایی هایش رو با هم دیگه ببینیم. فکر میکنم دوستای از ما که در روم آمده باشن زیاد با این ناحیه آشنایی نداشته باشن، اما امروز با هم به تماشا میشینیم. بریم و پیاده روی کنیم تا از یک بخش همچنان که در تصویر میبینین دوستان عزیز، ما در یک پیازا یا میدان قرار داریم که یک میدان بسیار معروفه به نام پیازا تریلوزا. بعد یکی از جاذبه های گردشگری مخصوصا تراستوره اینمی میدانه. از این قسمت سمت راست کم کم پیاده میشیم سمت محل پیاده روی کنار رودخانه زیبا و دیدنی تراستوره. دوستان شما همکنون در بخش از تصویر عبور یک قایق میبینید، قایق تفریحی. و در سمت دیگه تصویرم دو ماراتون یا مسابقات دوش جریان دارد. دوستای عزیز، در مورد از اینکه چرا اصلا نام این منطقه تراستوره، کلا از واژه لاتین ترانستیبریم آمده، یعنی آن طرف رود تیبر. این نام از تراستوره معنیش همین میشه. در ضلع غربی رود تیبر قرار گرفته، در قسمت مرکزی شهر تاریخی روم و از زمانهای بسیار قدیم در روم باستان مردم در اینجا سکونت داشته. یک بخشی به عنوان یک بخشی از خارج دیواره شهری در روم در دوران باستان مطرح بوده. در کلا در دوران قرون وسطا هم محله بوده که کارگرنشین بوده و مردما از جمعیت‌های متنوع قومی و فرهنگی و اینا در داخل زندگی میکردن. ولی در این اواخر به دلیل زیبایی های خاصی که داره و بخش های بسیار جالب و دیدنی و جذابی که داره، بیشتر توجه توریست ها از کشورهای دیگر در خود جلب کردن و یک هویت محلی بسیار قشنگی گرفته. مثلا شما میتونید در 2 تا پیازای بسیار مهمش برید و بارهای بسیار زیبا یا
رستوران‌های بسیار خوب با قیمت‌های ارزان پیدا بکنید. یکیش پیازا دی سانتا ماریا و دیگه‌ایش هم پیازا تریلوسا که در پیازا تریلوسا شما قبلا دیدین در تصویر یک خیابانی بود که بیشتر با بارهای خیلی جذاب و دیدنی. ما ازش یک ویدیو گرفتیم و در اینجا اگه شما پیشتر هم در خیابانا برید مغازه‌های بسیار زیادی را از هنرهای دستی همین مردم و مردمای کشورهای دیگه هم می‌بینید. شناسیه که خب توجه خیلی هم در خود جلب میکنه. باز در روزای یک شنبه اینجا یک شنبه بازار یا بازار کنه فروشی دستی دوم فروشیه در پورتا پورتز، نام امزون محلشه که دوستان اگر خواستن میتونن بیان ببینن. یک از جاذبه های دیدنی شهر روم در حساب میه همین بازار دستی دوم فروشیش. خیلی شلوغه، صبح وقت شروع میکنن ساعت 1 بسته میکنن و حالا جاهای دیدنی دیگه هم داره در تراستیوره. مثلا یک ویلای بسیار زیبایی از دوران رنسانس در اینجا که شما میتونید برید و ازش بازدید بکنید و ببینید. گفتیم باغ گیاهشناسی هست که شما میتونید برید ببینید. یکی از کلیساهای بسیار معروف و زیبای شهر روم هم در اینجا قرار داره که باز اونجا هم جاذبه دیدنیه و میتونید برید سر بزنید ببینید. آره. در کل قسمت از روم خیلی قشنگه، خیلی جذابیت دیدنی و گردشگری. شما از همین قسمت پایین میتونید آره نه از همین قسمت میتونی از اون طرف چی رو ببینی؟ بگو اونو پیازا ونیزیا رو ببینی و از رو برو شما میتونید گنبد امزو کلیسای معروف واتیکانا ببینید. عزیزای دل، اگر تصمیم گرفتین که قایق سوار شوین، یک چیزی که بسیار برای من جای تعجب داره، حداقل من درست متوجه نمیشم، 24 ساعت 19 یورو، بعد 1 ساعت 16 یورو. allora monthly offer. نمیدونم واقعا. monthly offer این در یک ماه این offer یا خلاصه یک کس بیا بهشت برزنا دوباره باز تعریف کنه که بهشت چطور جاییه، زیبایی. آره من خیلی ناراحت میشم زمانی که میبینم در یک چنین مکان زیبا آدمای بسیار زشت و زننده و بی فرهنگ
متاسفانه آثار خودشان همچنان به جا میگذاره. شما این قوطی ردبال رو ببینید، هیچ دلیل نداره که چنین چیزی در اینجا باشه. دوستان میبینن که سلامتی چقدر ارزش داره در این کشورها. بعد ما که یکان دفعه خانه زنگ میزنیم، اولین پرسشی که مواجه میشیم این موقع چرا لاغر شده. اینا ای در تلاش که باید لاغرتر شود. بله حالت سکو مانند. اینا مرغابی رو سکو